با کادرهای راهبری کننده شخصی انتخاب کردن در کار که از عهده کار میبرایند. وجدان صاف، دل پاکیزه، شعوری تازه داشته باشند، نسبت به کار دلسوز باشند، نسبت به شکوفایی مملکت مهربان و دلسوز باشند. همیدار به کار قبول کنند. حاضر یک عنعنه رفته است که بیشتر جوانان را به کار میگیرند، به وظیفه میگیرند. این بد نیست، لیکن کهنسال‌ها را هم فراموش کردن در کار نیست. چون که کهنسال‌ها روزگار دیدند، کار دیدند، چشم کار دارند، به همین خاطر از کلانسالان استفاده بردن در کار. بلوچستان همه چی هست، همه خیلی کمبودی نیست انشالله، همش نقده، همش هست میرسه. یکی از سوهایی که تاجیکستان میتواند با قزاقستان و که دیگر دولت‌های خارج پیش رود، یعنی که با مثل آنها شود، این تغییرات الهه وارد کردن کادرهای بلند اختصاص، کادرهایی که در حقیقت آنها دانشگاه را با دیپلم سلخ تمام کردند، نه تقابازی و نه خشتواربازی. به نهایت خوب است شخصیتی که باسواد هست در ساحه خودش اگر فعالیت کند، پس این تاجیکستان با نزدیکی، یعنی که 10 سال بعد این به پاریژ مبادل میگرده، با شرطی که هر یک شخصی را که در وظیفه میمونند صافدلانه، چون پیشوای ملت میگه که صافدلانه عاقلانه فعالیت کنید، یعنی دوست دارید وطن رو. اگر دوست دارد وطن رو، از اگر که یعنی که اگر دلش بخیر باشه، پس باید او فعالیت از تحت دل کند و به نهایت خوب می شود. ساحه نقلیات اگر ترقی یابد نقض می شد. چه مشکلی ها دارد این شهر ساحه نقلیات؟ در وقتی مثلا اگر با روسی گپ زنی چسپیک میگویند نقلیات کمتر، آدم بسیار می شود. در همین وقت ساعت ها مشکلی برای مردم است. من فکر دارم اینجا برای کار آدم زیاد کنه، اولیک زیاد میکنه، اینجا اولیک کم هست برای کار کردن. با نگاه کنه آدم برای این کردن بهت ضروری هست. سیاه ها میبیو اینجا فقط میسته میگه اینجا کار نیست، این نیست. برای این بسیار پرابلم داره تاجیکستان دا، این سوز کردن در کاره. خب که در ساحه نقلیات یعنی تغییرات وارد کرده شود. مثلا ماشین هایی که تو سال 1998 بذار که با درون شهر داخل نشوند، یعنی که با دیگر طرف ها میتونن که روند. از دیگر جهت ماشین هایی که بعضی از ماشین ها مثلا با فعالیت تاکسی که مشغولن، یعنی لیسنس ندارن و ما میخوایم که همون ما تیار هستیم که یعنی هر ماه 500 سومنی بسپاریم، налога بسپاریم، لیکن просто ما را غم نتیان، просто ما را غم نتیان. 500 سومنی ما تیار هستیم که بسپاریم هر ماه. و غیر از این در همین اصنافگاه ها بگذار که کامراها ثبت کرده نصب کرده شود. برای ماشین های بسیاری از تاکسی ها هم بسیاری دقیقه ها در اونجا میستن، مشتری را انتظاری میکشن. بگذار 2 دقیقه یا 3 دقیقه بعد از 2 دقیقه 3 دقیقه بگذار که جریمه کرده شود هم ماشین ها. خب در ساحه انرژیت که اگر گپ زنیم، در دهات ها خیلی خوب میشید که مثلا در می زمستان ها ای ساعت های مثلا 8 بیگاه میدادن تا سحر خیلی خوب میشید. اگر که توانند اگر 24 ساعت باز این بهتر و خوبتر است. ولی اگر کمبودی دیده شود، اگر در ساحه مخصوصا انرژیتیکا، در ساحه برق مثلا میتوانند که از شب تا سحر، زیرا که در شهرها و ناحیه هایی که مثلا در بلندشونا اقامت میکنند، اونها نمیتوانند که پیچکای باباگیر را نصب کنند در اونجا.